به جذابترین مچ تورنمنت TDM 2-2 افغانستان خیلی خوش آمدید. سلام رفقای خفن من. آقا حال دلتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید حالتون عالی باشه. توی این ویدیو قراره بریم سراغ یه بازی جالب و خفن. بازی 50 دقیقه‌ای رو کلا براتون تو 15 دقیقه خلاصه کردم. خودتون 0 تا 100 این بازی رو ببینین. توی این بازی حالا تورنمنت 2-2 دیگه خودتون میدونین. از یک طرف گاتسولی و پاور رو داریم در مقابل ریسکی و کلوز. یه بازی فوق العاده، 2 تا ایپد پلیر مقابل 2 تا گوشی پلیر. پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین. فقط خدایی نگاه کار خاصی نداره به خدا، یه دونه لایک 2 تا کامنت، تموم شد و رفت. اگرم دوست داشتی چنل من رو سابسکرایب کن. خیلی عشقی، بدون هیچ معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. خب بازی از اینجا استارت میشه دیگه. وای ریسکی اومد. جی ریسکی کیل اول. گفت ریسکی در پد بیاد. بعد من TFS برات. وای پاور چی کیلی زد، چی کاوری داد اینجا تولیره. بازی کامل کارت خورده است. اینو من براتون بگم 50 دقیقه بازی رو براتون 15 دقیقه تموم کرد. یک ایمی داشت به خاطر ببین یعنی او علاقه داره. او تو که او میزد فهمیدی به خدا اینه میس نمیداد. دم تورنمنت عالی بود اینجا. ببین چی میکنه سولی. جی پاور 4-1 در تورنمنت سان استوفان هم ستار کاپیتان زد. مستر راقی. مستر راقی وین کرد دیگه نه؟ ستار کاپیتان زد. مستر راقی بود تو خرکی که او بازی میکرد. خدا من موبایل پلیر رو رقم ندیدم. حالا مثلا ریسکی بازیش خیلی خوبه. جی طرف اولی سولی با چی اچ پی زد. اولی پاور وای با چی اچ پی زد سولی. اصلا بچه غیر ممکن بوده. تو اینا دوشان رنگ دودانگی وارد کالا پوشیده بیخی معلوم نمیشه کدامش سولی کدامش پاور. به خدا اینه نام دا بین دیگه. اوی اختلاف 6 تا نه 20 ثانیه تا پایان گیم. خنده کرد اون پاور خنده کرد. What the fuck man? پاور یک دونه کیل زد. پاور شاکرت ما هست. پاور لیف دادن. جی او خنده بکنه پاور. وات جانم میگم پاور نمونی پاور بابا پهلوان چیزی پاور چیزی Toxic. 7-1 گوچی ما که میاری Power. فریزر نه مرا سنگ زدم میلو بچهش ریسکی راش داد. گوشه اینال بچه کامنتری بچه ما سگ نقص ریسکیشون هست اینجا. اونا خیلی تایت هستن. دست راست و دیگه دست چپ این دیگه بیای پارا میکنه چپ چون ریج داره اونا بای پتا و اینجا ریسکی ضعیف است. طرف راست اینا دو نفر میتونن سر پاور برو سیگا پاماس از چپ ریسکی برو. او نه یه نگندگی چی شد؟ بابا گوشکی داشته باشه بخواه سوی خلق شد. اوه اولی ریسکی کیل زد. پاور چی میکنه؟ برگی جی ریسکی دابل کیل زد. اوی نه گری خاله عليك استاد نمیشه بس ايش استاد انت لمیسی على كلوزه دي انت لمیسی نیست بابا خنک نيت شد که نيت زمین یک رقم اوه جی کلوز 4-0 کلوز چی دابل کیل زد. چی اوی اول لید دبل کل کرد باز بیاد دیوارش دبل کرد. یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. چوب شد تو گپای پیرانه میزنی. خود خطا نصیحت نکنه بچا از این طرف که آمد با نقطشان است از خاطر که 0.5 ثانیه دیلی داره یک دمیج در پاش میزنه باز رش باید بکیریم برای ما ببینه انالایز میکنه با ما بیخی انالایز میکنه درجه پاور سولی را ما را کتسولی پاور کده نکنم باید فریزر رو نمیشناسی. فریزر اینا لوز میکنه بابا چرا بگه این مچه لوز میکنه
چی میکنه اینجا؟ عالی کلوز. این پاور کجا بود؟ حالا چی دمیجی داد اینجا؟ اوی 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 جی کلوز کلوز. سولی آمد، سولی کیل گرفت. پاس گردنش زد. نه الکی باید خالی یک روشایی میده سولی با خدا. خدا من خیال کرد به خیتیرتون فکر کرد خدا. یک کس خندام. یک کس خندام نکرد. چیش یک بازی اساسیه. یک قشنگ برعکس میدان پیش 7-1 شده. سولی پشت داد. دیگه خیلی بد میزنه. یه پاور الگیشون نه دیگه این بازی از اساس بودن خلاص. او کلوز. من دیگه الگیشون خوب تایید. سایکو چی خوب بیخی خوب گیم میزنه این میدان. طرف پیش میره. اوی 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 پاور. دلاف 4 دونه. نه بالون چی کرد؟ اولی طرف بالون پاور دلاف 3 تا پاور. چش فاین کامبو زد چش کامبو زد. بابا این پهلوانش یا میمیکار است. What the fuck man? جان جونز هر مرمیش ده سر تارگت نه کیر میت کرد گیم دیگه آمد حبیب اومد میکردی کردی سولی اومدی طرف. او سولی او بچه مساوی میکنه. نه میکنه چی میکنی؟ از خاطر مساوی نمیکنه سولی چی جه کلوز چی یک بازی. اوی اختلاف تو دانه اختلاف 3 دانه دوباره 30 ثانیه تا پایان گیم. یاره بیخی کسانش خنتی داره چقدر من گیم میزنم من دیگه پورا میکنن این رقم گیم میزنن. دیم خیلی مقبول بیخی تمام شد. نه دیگه هیچ امکان نداره بابا که بیخی سوپرمن هم شو نمیشه. چند دقیقه مانده؟ 17 ثانیه. عالی سایکو دبل کل. این راستش ایش تو رو بگیر از او ایت نمیه سایکو یک ایچ پی هم پشت نمیکنه. پستولم داره یا اختلاف 1 دونه. الک دکل چند 2 ثانیه تمام شد. نه چی کامبک زدن ثانیه آخر. دیگه ما چه سعی کنیم واو فینال امشبه انالایزر با یکیتون انسکرین نداریم. او گوشه فایت سر صدا بخیر بچه مایک بند نکنه ما. نه بیشتر کی زد اولی از ریسکی. نه ریسکی دوبل کیل زد. وای 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 یک اچ پی گید. وای یک نفر گفت اگه راست آمد مستیک کردی خود 2 کیل گرفت. کلوز چی دمیجی داد. رقم راش میده. جی از پاور. نه سولی باز رفت بسیار بی جای راش میکنن. یک بر نی اچھا بچه چه نه نمیجا به احترامی کردی چرا باید پلیر. اوه سولی پوش داد. سولی چی دمیجی داد. زد وای یا الله چی رقم میزنن اینا. کامبک بود چی اصلا وات دا. بابا ما برات با گرانتی میگم با گرانتی مچ پاور چی کاوره. خب 5 دقیقه پیش یک تیم میگیری پس 5 دقیقه بود تیم تباخ میشه تیم دیگه. چرا بکر نمیشه یک نگفتیم ریسکیو کلوز میزنن دیسریسپکت. یاد نه که زیم چی ماچی زدم. بچه حواس نگیرید از گیم باشه 2 دقیقه مونده. راست میگه حالا دیگه راش میدن ریسکینا. که کلوز میخواین کدام کار کنن 2 نفره اوجه رو گرفتن. وات نه ریسکیه گل پوش. او کلوز اون طرف پاور جی ریسکی. بابا این چیز نه دیگه
سوی و نری رقم. اوهو چی دمیجی داد عالی از طرف پاور. دارت اسپکت سر پاور. اون کلو زد. چی کار میکنه ریسکی اینجا؟ چی راشای علکی دارم میده سولی با خدا بچیش اگه به بازم به نظر من تقصیر سولیه اینجا. والا خیلی راش میده سولی، خیلی تو نیدی نید نکرد چیز انداخت فلاش بنگ لیده داینا بابا. سولی زد یکی را. اینا نوبت پاوره که یکی را بزنه. اختلاف یک دونه 50 ثانیه 50 ثانیه. پاور چه کرد؟ جی کلوز اولی از طرف روز والا تایید کلوز. اختلاف 3 دونه کیل 30 ثانیه تا پایان گیم. خلاص فنش برو. نید میشه دیگه. حالا چقدر نید بود. چی یک بازی طرف سولی آمد دمیج خورد سولی. بابا تایم نداری چی نید کوب داری بایی. اولی از پاور یک کلیه کت نید بگیره گرفت. 10 ثانیه 10 ثانیه تو پایان گیم. 10 ثانیه 7 6 5 4 پاور زد مساوی کرد. ثانیه آخر 10 ثانیه آخر مساوی شد. وای چی یک گل هیچ بود. الله What the fuck. 4 ثانیه عقب بودیم. در 20 ثانیه 3 دونه کیل گرفته. تو بشی ببینیم چرا سولی پوش داد. بان تو سولی پوش داد. به من انداخت. سولی چی دمیجی داد سولی؟ سولی کیل اول زد کیل داد. در پاور کمکی بعد کاور داد. باز خانه اول آمدیم دیگه. یک مساوی اومد. نخورد دوباره رفت این ور که پاور از اون ور بزنم ولی عالی از طرف سولی. پاور اون طرف چی دمیجی داد. پاورم زد. چی کاوری. پاور به خدا در کاور نمبر یکه. 5 دقیقه تا پایان گیم. سولی چی دمیج پاور چی دمیجی عالی از طرف اون طرف. کلوز خوب کاور داد. پاوری طرف کاور آمد. پاور دمیج داد. سولی چه میکنه؟ سولی زد باز. ریسکی تنها مانده طرف. ریسکی تنها مانده. سولی پیک راست اومد. سولی پیک راستش خطرناکه. اولیت سولی چی زد. اختلاف 3 دونه کیل. کلوز طرف آمد. اختلاف 3 دونه کیل. میدان جذاب شد. این میدان جذاب. سولی آمد بدون وست میخواد پوش بده. وست سیکو مادت. وانش پیکه وانش چی کرد؟ چی کرد اینجا؟ عالی از طرف سولی. عالی پاور. اختلاف 5 دونه کیل. زدم. No way. 3 دقیقه و 15 ثانیه. 3 دقیقه و 15 ثانیه. اگر مثل ماتش سابق ور پس سر خودشان همون رقم که خودشان از زد بزنن. یعنی من میگفتم شاید ببره ریسکشون خود. چی دمیجی داد سولی. سولی نوزره داره بازی میکنه. سولی نوزره زد. سولی نوزره داره بازی میکنه. 5 دانه کامبو زده سولی. 5 دانه کامبو. فاک سولی را دینا ماچ پیج دیسرسپکت کرده. نه یکم دا والا سری گیم نمیزنه. نه این میدان داره بخیر نوزره داره بازی میکنه. عالی از ریسکی. اختلاف تا 6 دانه. نه دا 5 دانه سوری. چانس خیلی کم است. 2 دقیقه و 30 ثانیه فیکس تا پایان گیم. الان اینا نید دارن. والا سرور رقم پلیران نیدم تاثیر قضیت نداره. برین میگه فریز دمون جگه قصدی میت دمو گوشه. یا سولی که هسته. ایران است دیگه بابا.
ایران تورنمنت هم میکرد با هم آخر چی چیز اوی چی نیدش میس شد از اصلا نید ریسکی نمیگیره این میدان. عالی از طرف پاور، عالی از طرف سولی. اختلاف 7 دانه کیل، 2 دقیقه فیکس تا پایان گیم. آی این چیکار میکنه دیگه؟ وطن داره بزنه دیگه. ریسکی به ماش نمیگیره اصلا، دمیج نمیده دو تا بمش. یعنی بینی نفر کفیده دمیج نشد اصلا. اوه سولی عالی از کلوز. خوبش سولی چه کرد؟ سولی دابل کیل از زد. سولی دیوانه شده ایمان. اختلاف 9 دانه، اختلاف داره میرسه به 10 دانه. بازی داره فول راش میشه. اوی سولی چی کار میکنه؟ واو ویلا جی جی ریسکی. سولی یک لحظه دیوانه شد به خدا. یک لحظه نو اختلاف شیت من. وای بابا گوشی گفتم میزنن یا نمیزنن. اختلاف 10 دانه. اوی ریسکی چی بد زد. دبل کیل اختلاف 10 دانه. اینال داره میرسه اختلاف 11 دانه یا نه؟ جی طرف سولی. هر دوتاشون این طرف ریسکی بخی گنگ شد. چی ریسکی من کلوز آمد در وسط. چی بمی انداختن. پول پیستول گرفته اینجا. عالی از طرف کلوز. جی سولی دابل کیل میزنه یا نه؟ سولی دابل کیل زد. اختلاف 11 دانه اختلاف. ریسکی لیف داد. اختلاف 10 دانه. سولی یک بازی. اوی اولی پاور خنده کرد. پاور دنسر. چی یک بازی. و تمام آقا اینم بود از بازی 4 مچ ریسکی کلوز در مقابل گادسولی و پاور. واقعا بازی خفنی بود. 2 تا آیپد پلیر در مقابل 2 تا گوشی پلیر. اصلا پشم ریزون. کسی اصلا نمیتونستی بازی رو پیش بینی کنی، اینقدر که خفن و عالی بود و واقعا مچ جذابی بود. دیگه امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. دمتون خیلی گرمه. نظر، انتقاد، پیشنهاد تو بخش کامنت ها بنویسید. خیلی عشقید، خیلی مخلصیم. توی ویدیو بعدی و توی چنلم میبینمتون.